دوباره خوش آمدید به دور سوم شب قهرمانان رنکس. مبارزه دوم دیدیم، فوق‌العاده مبارزه جذابی بود و نوررحمان امیری شاگرد عبدالعظیم بدخشی توانست بس مثل استادش حریف خودش نکاوت کنه در دقیقه دوم و ثانیه 20 توسط تکنیکال نکاوت. سرانجام رسیدیم به مبارزه سوم امشب و کسی که قرار است در ابتدا وارد کیج شود از کارنر آبی محمد فهیم هوتک. و حالا نوبت میرسه به ویس‌الدین عظیمی که با کارنر سرخ وارد قفس شد. خانوما و آقایان، خوش آمدید به سومین مبارزه امشب در شب قهرمانان رنکس. در نخست از کارنر آبی این مبارز با هیچ رکورد در رشته مبارزات آزاد با قد 1.82 سانتی متر و در وزن 80 کیلو از ولایت کابل به نمایندگی از سحاق کلاب محمد فهیم هوتک. و در مقابل از کارنر سرخ این مبارز با ریکارد 2 برد در رشته مبارزات آزاد با قد 1.77 سانتی متر و در وزن 80 کیلو از ولایت کابل به نمایندگی از چهاردی کلاب ویس‌الدین عظیمی. این مبارزه در 3 راند 5 دقیقه‌ای برگزار میشه و قضاوت هم به دوش بگزاد. قسمی که در سیمینار براتون تازه کرده شده، فاول نمیزنین، از کیج محکم نمیگیرین، متوجه صدای ما میباشین. دست بتین. چانس. بله و رقابت هم آغاز میشه بین ویس‌الدین عظیمی بالا با ساق در مقابلش فهیم هوتک قرار داره. بله رفت زمین فایت. البته صاحب تنهایی دق نمیری؟ واقعا تنها دق میرم، من خود میری بازی زستانی نمیگم. خوب کوشش داره که در زمین. البته ویس‌الدین عظیمی این رقابت البته در وزن 80 کیلوگرم در حالت برگزاری است. بله که ویس‌الدین عظیمی از کابل به نمایندگی از چهاردی کلاب وارد مبارزه شده و فهیم هوتک هم ورزشکاری است که در وزن 80 کیلوگرم مبارزه میکنه. به نظر میرسه که گراند گیم ویس‌الدین عظیمی خوب هست و در همین ابتدا مبارزه را برده روی زمین. بله در زمین کار میکنه. ویس‌الدین عظیمی تجربه داره، البته یک تجربه پروفشنال داره و از فهیم هوتک در موتور فایت زیاد داشته و اولین تجربهش هست در حضور مسابقات و مبارزات حرفه‌ای و این نخستین مبارزش است و امیدوار هستیم بتونه که خوب کار کنه. از ویس‌الدین عظیمی هم خوب بوده و تمام فایت در کنترل خود داشته. ضرباتی که به صورت فهیم هوتک میزنه ویس‌الدین عظیمی. بله میبینید که مشتای خیلی سرعتی، مشتای گرنگ میزنه البته به صورت فهیم هوتک. فهیم هوتک را گم کرده. رقابت استاپ شد. دوباره به زمین دورش شده. آسیب دیده. بله آسیب دیده فهیم هوتک. فکر میکنم از دماغ بینیش آسیب دیده و دارد فول کنترل آمد. خیلی خطرناک حالت است. دوباره و بک کنترل میره ویس‌الدین عظیمی. ویس‌الدین عظیمی در حال بستن سبمیشن هست که موفق نمیشه. البته بادیلات و بادیش بسته کرده. نیالت خیلی خطرناک است. در حدود 80% شاید باید بگم ورزشکاری که بالا است چیزی بور را ببینید که ویس‌الدین خنده میکنه، میگه من کجا بزنم. مربی خودش میکنه. بله بر مربیش میگه، بر مربی فهیم هوتک میگه که دیدی که فهیم هوتک در کدام حالت است. خب معمولا در مسابقه ایالت چیز میکنه و جذابیت مبارزات آزاد هم همین است. همین کلی خواندن ها، همین صحبت ها در داخل قفس درون مبارزه. پوزیشن خوب نیست برای فهیم هوتک و موقعیت خوبی است برای ویس‌الدین عظیمی که باید استفاده کنه. اما میبینید که صورت فهیم هوتک هم البته خونکار شده، دماغش خون شده. ببینیم که
بله. داور مرکزی چه تصمیم میخواد و سرانجام میخواد که چی کرد وایسیدین چی کرد موقعیت خوبی در دست داد. بله حالا کوشش داره نمیفهم چی میکنه حالا فکر کنم برش سخت تمام میشه وایسیدین عظیمی که نتونست پرتاب بکنه البته فهیم اوتاک هم کوشش داشت که پرتاب بکنه نشد فعلا در کنار خیلی رسید رقابت اینجا کابل افغانستان است سازمان TGFC ترولی گرند فایتینگ چمپیونشیپ سازمان مبارزات قهرمانی آخری در سر علو دوباره سایت کنترل از طرف فهیم اوتاک حالا آمده که جواب‌های وایسیدین عظیمی داده تا بسیار عالی دوباره پس آور فهیم اوتاک باز از سایت خود وایسیدین آمد معمولا فایت هایی که وزن بالا است بسیار جذابیت خود بازم دولت افغانستان فایت سنگین وزن خیلی کم داریم کشوری هستیم البته از نگاه جسامت هم معمولا افغان ها که هستند میان قد هستند از نگاه اندام مثال آریای نژاد ها اکثرا ما منتظر از این هستیم که ورزشکاران سنگین وزن هم داخل کابل بیان در برنامه بعد با خواب داشتیم ما البته جای سلیمان شریفیان خالی رئیس اجرایی سازمان TGFC که رفته البته از کرونا ترسید بله خب باز هم دوباره بازم دستای کنترل آمد این راوند بیشتر وایسیدین عظیمی توانستن نمره بگیرن فعالیت زیاد داشت وایسیدین عظیمی البته ثانیه های زیادی هم با پایان راوند نخست باقی نمانده وایسیدین عظیمی تمام فایت و تمام این مبارزات 40 ثانیه 38 ثانیه تا پایان رقابت مانده دو ورزشکار فهیم اوتاک برای بستن سبمیشن تلاش میکنه خوبی در ورزشکار دیدین که در ترنگل بود بادیش لاک کرده بود دوباره پس لاک کرد چند این موقع سایت کنترل آمد دوباره پس فهیم اوتاک سایت کنترل آمد چی میکنه فهیم اوتاک چی میره زیر دستان عظیمی خب خدا خسته بسازه ببینید 10 ثانیه مانده تا پایان رقابت البته تشکری ویژه هم از شرکت رنکس و تمام فایت شفخانه افغان مرسی انتل کنتیننتال که البته پارتنر ما بوده در بخشای صحی و در بخشای مهمانداری راوند اول هم با پایان رسید هوادارای دو ورزشکار خیلی زیاد است ببینیم ریپلی زیرا چی یک فضایی است امروز واقعا ما افتخار میکنیم با کسایی که آمده تشویق میکنن انشالله ما میخوایم که بهترین مسابقات در افغانستان بگیریم اگر در افغانستان برای ما مشکل بکنه ما اصلا نمیخوایم کسی برای ما بکنه قانون است غیر قانونی است انشالله بیرون افغانستان رقابت برگزار میکنیم صحنه جذاب ببینید صحنه آیسته راوند اول ببینین که وایسیدین عظیمی بیشتر فایت تحت کنترل خود داشت و توانست که امتیازات خوبی را هم در این راوند بگیره منتظر راوند دوم می باشه مبارزه جذابی است که در وزن 80 کیلوگرم در دور سوم شب قهرمانان رنکس برگزار میشه و وضعیت صحی اوتاک هم مشکل نداره دکترای بله خوب است که تیم صحی حاضر است در ورزشگاه برای ما مهمترین چیز صحت ورزشکاران است البته کوشش میکنیم که مسابقه را با بهترین وجه داوری برگزار کنیم من افتخار میکنم داورای ما سرتیفیکیشن آنلاین دارن که در افغانستان فکر میکنم در کنار ما مترفع استاد یوسف مهمن یکی از داوران بین المللی افغانستان هستند معمولا جدید است لایسنس های جدید باید بگیرن تکنیک های باید جدید بگیرن و یک سرمایه افغانستان هستند تمام کسایی که فعلا تیم منیجمنت سازمان TGFC فعلا آرزوی موفقیت داریم و انشاءالله در کیفیت مبارزات در دوره‌های بعدی هم تغییرات صورت بگیره. ما شما دیدین در پرس کنفرانس من کم عصبانی گفتم مردم کامل میتدلس است رقابت ما شد باز برمیگردیم روی موضوع ما ادامه خواهد دادیم فایت امشب سومین فایت امشب راوند دوم وایسیدین عظیمی و فهیم اوتاک بله در کنار ما البته سایل جان بگذار است یک شب یک پاس گرفت دوباره رفت زمین بگذار فهیم اوتاک سبمیشن کنه بله تشویقای وایسیدین هم میاد پشت ما البته شما میبینین هوادارها بسیار زیاد تشویق داره پوزیشن و موقعیت‌های خیلی خوب برای وایسیدین عظیمی بود و برای فهیم اوتاک هم بود اما زیادتر شانس برای وایسیدین عظیمی بود من گفتن مخارجه سپرایز میشم یا متعجب میشم وقتی که ورزشکارا چانس‌های خوب میباشه میرن در راوند وقتی که در تفریح میرن
او نقاط ضعف باید برشان بگوید داورایشان. ربط مستقیم به مربیان ورزشکارا داره که به جای زور میزنن. ببینید وقتی که در کنار کیج میرن زورای به جای میزنن میتونه کنترل کنن، مشت بزنن، فالت بگیرن، نمره خدا باید بگیرن. خب حالا کنترل هم میتونه که مکمل به دست البته وایسیدین است. تمام خانوما و آقایان، برنده این مبارزه کسی نیست جز وایسودین نظیمی.